مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان 22 مای سال جاری را روز برگزاری رایپرسی برای وارد کردن تغییر الوه ها به قانون اساسی اعلام کرد. در روز رایپرسی و یا رفراندوم عمومی ملی با انتخاب کنندگان با سوال آنکه آیا شما تغییر الوه ها را به قانون اساسی قبول میکنید مراجعت خواهد شد. تغییر الوه های پیشنهاد شده قدم تاریخی سنجیده شده حقوقی است که هدف از آن دفاع از منفعت‌های خلق و دولت تاجیکستان می باشد. مسئله وارد کردن یا نکردن این تغییر الوه ها را با کنستیتوسیا خلق تاجیکستان روز رایپرسی حل خواهد کرد. طبق این تغییرات با 41 ماده سرقانون تاجیکستان اصلاحات وارد کرده خواهد شد. روز 22 ژانویه در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح تغییر الوه ها به قانون اساسی تاجیکستان که در رایپرسی عمومی خلقی گذاشته شد بررسی شده بود. بر اساس نسخه این طرح سن داوطلب به مقامات ریاست جمهوری از 35 تا 30 سال پایین شده است. با بین‌الملل گرفتن آنکه نسل جوان همچون آینده ملت و دولت پاسدارنده، حفظ کننده، میراثدار و تلقین کننده فرهنگ، تاریخ، تمدن و ارزش‌های ملی میباشد، راه آوردن به جوانان و فراهم آوردن شرایط برای اشتراک آنها در اداره حاکمیت دولتی، بخصوص راهبری و اشغال منصب‌های سیاسی عین مدعا و تقاضای جامعه معاصر ارزیابی می‌گردد. بررسی تغییرات به سرقانون حدود 2 ساعت ادامه کرد و 15 وکیل درباره مهمیت اصلاحات برآمد کردند. تمرکز اساسی بیشتر این وکیلان به منع کردن حزب حرکت ملی و دینی داشته و پایین آوردن سن نامزدی به مقام پرزیدنتی روانه شده بود. هر یک حزب سیاسی مقصد و مرام آن در آیین‌نامه‌اش آمده است به دست آوردن حاکمیت بارهای کنستیتوسیونی، بارهای دموکراتی می باشد. ولی در وقتی که ماده 100 کنستیتوسیون را قرائت کردیم در اینجا همین گفته‌های من تغییر ناپذیر هستند. بنابراین او حزب‌های سیاسی که مقصد و مرامشون دیگر است باید که در جامعه وجود نداشته باشند. و این معیار جدید تأسیس حزب خصوصیت دینی داشته را منع می‌کند. سرقانون تاجیکستان سال 1994 وقتی که در کشور جنگ شهروندی ادامه داشت قبول شد و به این مناسبت روز 6 نوامبر در تاجیکستان روز قانون اساسی اعلام گشته بود. به قانون اساسی تاجیکستان در سالهای 1999 و 2003 از طریق رایپرسی بازبینی گردید. تغییرات وارده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2003 به رئیس جمهور امامعلی رحمان امکان داد که حق باز 2 دوره 7 ساله رهبری کشور را به دست بیارد و زمانی ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند.